سلام بچه ها، به گیم پلی بازی فیفا 9 خوش اومدیم. بازی ایرانی قراره یک دست ما تو این بازی کنیم. چند پارتی میخوام براتون این بازی رو بگیرم و بازی کنم. بعد وای میسیم تا صفحه بازی بیاد. بعد اووردش. خوب یه لحظه اینترنت من یه لحظه بده، دیر میاد. بله بچه یه مشکلی اینترنت من گرفت که درست کردم. حالا میخوام بهتون ترکیب خودم رو نشون بدم. نیمار رو ما الان گرفتیم از همین جایزه روزی. ببینیم بله نیمار رو توی ترکیب گذاشتیم. بریم که یه دست آنلاین بازی کنیم. بله بله بریم که بازی کنیم. وای میسیم تا حریف پیدا بشه. بله حریف پیدا شد، منچستر یونایتد. ما پلی رو میزنیم که بره. داره میاره. من حرف نمیزنم، صدای گزارشگر رو بره. درود بر مخاطبان ما در سراسر جهان. این مسابقه در شرف شروع شدن و اجازه بدین سکوت کنیم و شاهد ورود بازیکنان به زمین باشیم. من تیم قرمز است. خب بازی از این لحظه آغاز میشه. توپ رو به کناره زمین فرستاد. توپو سانت کن. همتیمی‌ها دارن واسه زدن ضربه جاگیری میکنن. گندوقان داور به نشونه اعلام خطا سوت زد. چه خطایی؟ صالح توپ به کناره ارسال شد. جلو میره. تصمیم میگیره سانت کنه. توپو تو باکس پاس میده. پاس به کناره زمین. امیر حسین تصمیم میگیره بلند بزنه. چه بدن خوبی اومد. تا اون جایی که میتونست مسیر توپ رو مسدود کرد. گلو خوردیم. نیمار بود و نیمار. انگار توپ به پاش چسبیده. بلک خیلی آورد. نیمار توپ توسط حریف قطع شد و تلاششون نتیجه‌ای نداشت. صالح
از مدافع مستقیمش عبور کرد و حالا تو مقطع تک به تکه. یه موقعیت عالی. در نهایت قفل دروازه شکست. اعتقاد دارم که اونا میدونن که این گل چقدر براشون حیاتی بود. حالا باید با همین روند به کارشون ادامه بدن و پیروزیشون رو قطعی کنن. لایک و کامنتاتونم یادتونه. رو به جلو دریبل میزنه رضایی. یه شوت مستقیم. عملکرد شجاعانه گلر به دادشون رسید. میدونست که اگه این توپو گل کنه روحیه حریف نابود میشه و این میتونست نقطه عطف این بازی باشه. داداش این چه دفاعیه؟ نیمار. دفاع خیلی مستحکم بود و تکلی هم که کاوه رضایی. شوت پایان بازی تو نیمه اول به صدا در میاد. استراحتی کوتاه میکنیم، در آغاز نیمه دوم با شما همراه خواهیم بود. اونا تو نیمه دوم خط حملهشون رو تقویت کردن. چشمی. اونا کار بسیار خوبی برای حفظ برتریشون کردن، اما به راحتی میتونن این برتری رو افزایش بدن و حاشیه امنیتشون رو بیشتر کنن. بنابراین فکر میکنم تو نیمه دوم همین جاه طلبی نیمه اول رو نشون خواهند داد و از ریسک کردن هم هراسی نخواهند داشت. صالح. پاس به عقب. چشمی بگیر. های حسن. یه حمله. همین آغاز نیمه دوم تماشاگران به وجد میاد. گل خوردیم. دفاعمون خیلی بد. چه شروع عالی تو نیمه دوم. حتما بین دو نیمه برای بردن با هم متحد شدن. موقعیت. یه شوت محکم. ورق یه بار دیگه برگشت. چه بازی خوبی. چه بازی کنی یعنی. توپ رو قشنگ کنترل کرد. ارسال توپ به کنارش خیلی هوشمندانه بود. پاس رو به عقب میده و به دنبال فرصت جدیدیه. باید مسیر بهتری رو واسه حمله انتخاب کنه. گندوقان. چه تکل بجایی. رضایی. برو رضایی. رضایی بودو. نیمار. نیمار. برس. توپو سانت کن. زمان بندی حرف اولو میزنه. به هوا میپره و ضربه سر رو میزنه. ضربه سر آخر اون خطر لازم رو ایجاد نکرد. بله، دروازه‌بان فوق‌العاده روی توپ متمرکز بود و یه سیو عالی انجام داد. حالا برو. یه شوت. کاوه رضایی. ضربه سر رو میزنه اما بازم گلی در کار نیست. فکر میکنم عصبی شده چون توپ مستقیما به آغوش دروازه‌بان رفت. توپا خیلی خوب در اختیار گرفت. برو. پاشو حرکت میده و ضربشو میزنه. ضربش خیلی بد بود. این بارم نتونست گلش کنه. اگه نتیجه ایدئال نبود مشکلی نیست و یه شوت از راه دور ارزش امتحان کردن رو داشت. نیمار. پاس به کناره زمین. صالح. یه شوت ضربه سنگین. حالا توپو مال خودش میکنه. گلر خیلی متمرکز بود و مهار توپش تماشایی بود. یه پاس بلند برای رسوندن به همتیمیاش. توپ رو دقیقاً به کناره میفرسته. صالح. بگیر دیگه. توپو سانت کن. همتیمی‌ها دارن واسه زدن ضربه جاگیری میکنن. برو یه دریبلش کن. بابا
گندقان. اصلا این چجوری دریبل میکنه؟ نه نه حالا پاشو واسه زدن شوت محکمی بالا میاره. گلی شد که میبازم. نتیجه مساویه، بنابراین برنده تو ضربات پنالتی مشخص خواهد شد. من بازیکن‌ها پنالتی واقعا یادم سردرگمن و نمیدونن می‌کنم. چه اتفاقی داره میفته. خیلی بالاتر. موفق به گلزنی میشه. اونا خودشون رو از نظر ذهنی آماده میکنن. یه پنالتی عالی. من راست زدم، چپ چشمانش به می‌زنم. طرف مقابل خیره شده. توپو با مش دور بله. کرد. آقا به من زودی فکر باید کنم پنالتی رو راستش چپه. بزنه. این ور. چه اوه. حرکت آره، زیبایی. راستش فقط چپه. بعد توپ رو دفع میکرد و همین کارو هم کرد. اون دقیقا همونیه که باید پنالتی رو بزنه. اینجا نره حالا پنالتی رو گلش کرد. بنازم. الان فقط دیگه به پیروزی می‌زنم. فکر میکنه. تو رو خدا بگیر. اون این کارو کرد و یه گل واسه تیمش زد. اون کاملا روی توپ متمرکزه. تو رو خدا بپرم. اوه، موقع پنالتی خیلی خونسرد بود. درست قبل از زدن پنالتی بازیکن و دروازه‌بان تو چشای همدیگه نگاه میکنن. احساسات به اوجش رسیده. چه سیو خوشگلی کرد. گل کنم فکر با کنم چشمانش به طرف مقابل خیره شده. تو رو خدا توی پسر نیمار تمامش کن. نیمار گل. دروازه‌بان رو فرید و توپو به چون دروازه میچسبونه. بچه‌ها تا یه ویدیو دیگه خدا یارو نگهدار. لایک کامنت هم یادتون نره.